سلام. نشست مشورتی هیئت مذاکره کننده حکومت در قطر برگزار شد. نادر نادری عضو هیئت یاد شده گفته است در نشست صبح امروز در مورد اقدامات آینده بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قرار است زلمه خلیلزاد و کنگره آمریکا در مورد پروسه صلح افغانستان توضیحات بدهد. کنگره آمریکا در مورد تلاش‌های وی و دونالد ترامپ در پروسه صلح افغانستان به دید شک می‌نگرد. افغانستان برای نخستین بار عضویت کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد را به دست آورد. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان در این کمیسیون از سال 2001 تا 2025 میلادی عضویت خواهد داشت. اداره بازرس میگوید دوسیه‌های 42 تن از مقامات به شمول یک وزیر را به دلیل فساد در مصارف کرونا به لوی سارنوالی سپرده است و محمد اکبر بابای زعفران افغانستان فوت کرد. وی از جمله اولین کسانی بود که در هرات زعفران کشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به وی مدال دولتی وزیر محمد اکبر خان نیز داده بود.